کدوم دست بود بدونی که ما بفهمیم ما شیعیان برد تو مناطق نفتخیز خاورمیانه نشون؟ اصلا قدیم کسی در مورد ضرورت نفت حرفی اصلا میفهمیده 1200 سال پیش؟ آقا تو عربستان صاف همون منطقه شیعه نشین نفتخیزه، یا منطقه نفتخیز شیعه نشینه. الان شما خاورمیانه نگاه کنید 80% نفت خاورمیانه زیر پای شیعیان. ایران، عراق، عربستان منطقه شیعه، یمن بخش شیعه نشینش باز. عجیبه. کی بوده؟ از کجا ما مثلا بعد میرفتیم مثلا بحرین کبرا، این بحرین جزیره شوهرش دادن رفت، ایشون بحرین صغراه. بحرین کبرا به ساحل عربستان گفته میشده، قطیف، احسا، مثلا استان شرقیه عربستان، میدونی که همه نفت عربستان اونجاست. این که مناطق خاورمیانه واقعا اینا رفتن نفته که بعدا نرفتی زیر پای اینا که نفت از اول بوده، میگن دایناسورها بودن و یه چیزایی میگن. ها کجا تشیع و گسترش پیدا کرد جایی که زیر پاش نفته؟ بعد شما فکر کنید همینجوری دنیا همینجوری داره پیش میره. ساده ای به قرآن. صاحب داره دنیا. یه انقلابی شکل گرفت تو کجا؟ تو جایی که کسی اصلا فکرشو نمی‌کرد. مثلا انقلاب برای چی باید باشه؟ یه پروژه دو ستونی داشت نیکسون، یکی عربستان یکی ایران. عربستان نفت، ایران ژاندارم. عربستان حساب بانکی، گاو شیرده، ایران این طرفم ژاندارم آمریکا تو منطقه. F-14 شو موقع میداد به این دیگه. تو تنها جایی که فکرشو نمیشد چه انقلابی؟ مسیر رو تغییر داد. مسیر که تغییر بده که چی شد؟ آرام آرام یه مقاومت شکل گرفت. این مقاومت رو یاد داد. بیخ گوش اسرائیل مقاومت شکل گرفت. اون توسعه پیدا کرد. بعد کشید تو عراق، بعد کشید توی افغانستان، کشید توی خدمت شما عرض کنم سوریه، لبنان. آرام آرام جغرافیایی اینا به هم وصل شد. دیگه چند وقتی دیگه نمیشنوی میلیتاری آپشنز آن د تیبل، گزینه‌های نظامی رو میزه. زمان گذشته ها، پدرها در اومده، اما یه جریان. بعد چی شد؟ این چینی ها آروم آروم باور کردن میشه، روسا هم باور کردن. ببین همین پوتین یه روزگاری بنده خدا بدبخت به یه جایی کشیده و رفته به ناتو، میگفت آقا ما هم بیام عضو ناظر ناتو بشیم. خودش رفت پیشنهاد داد. الان چی شده؟ الان درگیر جنگن. بعد روسا خودشون یه پهپادایی دارن، گل شمدانی میزنن اونجا. بعد بله، بعد میگفتن اینا فتوشاپه. اینا که چیزی نیستش که، اینا تکنولوژیایی داره که شما خبر ندارید. گرافیستاشون میتونن این ور اونور چیز میز منفجر کنن. فتوشاپ موشک درست میکنن، فتوشاپی اینتر رو میزنن، خودش سند میشه، یهو تو هوای چیز میشه قرط کله که اینه لابد دیگه. گذشت اما امروز که دیگه میگن تموم شد جهان تک قطبی. ببین عربا شاخ شدن. این همین معجزه همین. خیلی حرفه، خیلی اینا شاخ شدن واسه آمریکا. با اینا دارن صدا ترک خوردنشون میاد، بریم دنبال منافعشونن، بریم. آدما همینن. رضاخان انگلیسی آوردن، اما یه خوردی که جنگ جهانی گفت نکنه آلمانا ببرن، بذار برم. قمار بدی کرد رضاخان، رفت رو آلمانا شرط بس، رو اسب بازنده، نکنه اینا ببرن. الان موقع میگه اینا جدی شدن ها. از این موشکا، از این پدافندا به ما داده، چرا خودش استفاده نمیکنه وقتی را موشکا رو میخوابونه تو این الاسد؟ زشته. چرا یه بار دیگه چند وقت بعد 2 سال بعد دوباره با پهپاد این الاسد رو زد، دوباره پایگاه آمریکا زد. بعد اومدن آمریکا چی اعلام کردن؟ گفتن دقیقاً تایم تعویض شیفت چیزمون بوده.
پدافندام. چرا اینو گفتن؟ چون سوال اول اینه از اینایی که چند صد میلیارد دلاری به ما فروختید چرا کار نمیکنه؟ ولی خودتون استفاده نمیکنید. بیاد بگه کار نمیکنه. بعد دیدن همون پدافنده تو اوکراین هم کار نمیکنه. یه گل شمعدونی میچرخه هی داره میزنه. این سوال پیش اومد. چینی سفارش داد، هندی سفارش داد، بلاروس سفارش داد، کجا سفارش داد؟ چرا؟ نگفتن بابا ولش کن. دو، آمریکا گفت بشار اسد، ایران گفت بشار اسد باید برود، ایران گفت باید بمانه. معلومه آمریکا پیروز میشه. یه 7 سال بعد کلا رو بردن بالا. هر کی گفته بشار اسد باید بره رفته، این بابا مونده. چرا میگه یه ایران پشتشه؟ اینم با خودش گفتم چه کاری بریم با همه ایران ببندیم؟ علالعرض این داره حرفاش اثباتی. ول کنین دعوای رسانه‌ای رو، بازی رسانه‌ای رو. استاد کار رسانه‌ای. یه دقیقه اینا رو بذاری کنار، حوائل الکذب و الافترا رو بذاری کنار. میگه رو زمین الان کی بشار اسد داره حکومت میکنه، سر جاشه، بقیه نیستن. دیدی چی سوژه هم شده، نمیدونم بشار اسد هست، اما اونم کی رفتم جه دارن خط میزنن عکساشونو. اینا کجا شروع شد؟ از یه انقلابی که وقتی تماس گرفتن با امام که شب 22 بهمن امام گفت بریزید تو خیابونا، قبول نمی‌کردن. سران انقلاب مردم طالقانه قبول نمی‌کرد، گفت مردم قتل عام میکنن. پیگیری چرا دیگه امام جوابش گفت آقا صاحبش گفته. صاحبش گفته. یه روسیه به اوکراین حمله میکنه. اصلا کل جهانی همینا چقدر برای ما ناز میکردن تو شانگهای رامون نمیدادن. ها؟ تون آقا بیا شما بریکس هم بیا عضوت میکنی، فقط بیا تو تیم ما. تو بندگی تو کن، تو بایست، اون صاحبش داره کارو پیش میبره. مقدماتی رو زمین باید فراهم بشه، اتفاقاتی باید بیفته، حجت‌هایی بر انسان‌ها باید تمام شود، شرایطی محقق شود، ایسمه‌هایی سر کار بیاید و برود و تجربه شود و ناکارآمدیشون اثبات شود. همین باید اتفاق بیفته. جریان حق یاور میخواد که زو بر الحدید بیستی. اومدن تو سوره بری وایستی به جنگ، خون بدی، شهید بدی، حفظ کنی. شروع میکنن حرف زدن، متلک انداختن، اذیت کردن. بهت یاد داده ولا یخافون لومة لائم. تو این بخشم من تو رو آب دیده بکنم، نترسی. مسخرت کردن، فوشت دادن فلان، بگم